سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من آیرویا هستم و این دومین جلسه از آموزش پایتون مقدماتی تا پیشرفته. امروز قراره دیتا تایپ های مختلف رو توی پایتون یاد بگیریم. اول از همه من پوشه‌ای که جلسه پیش برای تمرین ساختیم رو روی VS Code رها میکنم و بعد توی فایلی که ساختیم جلسه پیش شروع به کد نویسی. امروز گفتم قراره دیتا تایپ های مختلف رو توی پایتون یاد بگیریم. دیتا تایپ ها در واقع همون انواع داده ها، انواع چیزهایی است که ما توی پایتون وارد میکنیم. قراره با اونها آشنا بشیم. انواع داده توی پایتون شامل استرینگ ها، اینتیجر ها، کامپلکس ها، فلوت ها، دیکشنری ها، ست ها و چیزهای دیگه است. امروز قراره با انواع متنی و عددی آشنا بشیم. استرینگ که در زبان انگلیسی به معنی رشته هستش و اینطوری هم نوشته میشه. در واقع اینطوری هم نوشته میشه، به معنای رشته هستش. استرینگ نوع داده برای اون داده هایی هستش که به صورت متنی به کار برده میشن. ما توی پایتون استرینگ نمی نویسیم. در واقع اینو به صورت مخفف شده str می نویسیم و اینطوری یکی از اتریبیوت هایی هستش که پایتون اون رو میشناسه و به ما خطا نمیده. استرینگ ها رو ما داخل دوتا دابل کوتیشن و یا داخل دوتا کوتیشن اینطوری قرار میدیم. هر چیزی که داخل دوتا دابل کوتیشن یا دوتا کوتیشن قرار بگیره یک متن به حساب میاد، حتی اگه عدد باشه. اصلا مهم نیست چی بنویسیم، هر چی که بنویسیم و داخل دوتا دابل کوتیشن یا دوتا کوتیشن قرار بدیم یک استرینگه و از نوع داده های متنی به حساب میاد. نوع دیگه ای که ما برای دیتا تایپ های عددی داریم نوع اینتیجر هستش. اینتیجر در واقع برای اعداد صحیح به کار برده میشه و توی پایتون به صورت اینت نوشته میشه. اینتیجر شامل اعداد صحیحه. هر چیزی 12 64 هر چیزی که عدد صحیح باشه. هر چیزی که به صورت یک عدد صحیح نوشته بشه یک اینتیجره. حالا نوع بعدی از داده های عددی فلوت ها هستن. فلوت برای اعداد اعشاری به کار برده میشه. اعدادی که اعشار دارن حتی بعد از ممیزشون صفر باشه اصلا مهم نیست، ولی اعدادی که اعشاری هستن به صورت فلوت شناخته میشن. مثلا 55 23 یا مثلا 23 صدم 52 00. حتی به این صورت هم فلوته. نوع بعدی کامپلکس ها هستن. کامپلکس ها اونقدر کاربرد ندارن توی پایتون. کامپلکس به معنی پیچیده است. اعدادی که ترکیبی از عدد و نوشته است. کامپلکس ها شامل عدد و حرف جی انگلیسیه. البته ما میگیم عدد و حرف. مثلا به جز جی اگر چیز دیگه ای بنویسیم به ما خطا میده. فقط جی رو قبول میکنه. ما انواع دیگه هم داریم از دیتا تایپ ها، اما اونها به صورت دیکشنری ها، ست ها، رنج ها و چیزهای دیگه هستن که توی این مقوله فعلا جایگاهی ندارن، به دلیل اینکه کمی پیچیدن و نیازه که اول از همه با این نوع دیتا تایپ ها، با این 4 تا دیتا تایپ کامل آشنا بشیم و یادشون بگیریم و بعد بریم سراغ دیتا تایپ های دیگه که اون خودش جلسات مخصوص به خودشون رو داره. چیز دیگه ای که لازم دونستم حتما توی این جلسه بهتون توضیح بدم و یادتون بدم اینه که
چطور کامنت گذاری کنیم. کامنت گذاری به این صورته که شما توی کدهای بزرگ و پروژه های بزرگی که دارید میایین کامنت گذاری میکنید بین کدهاتون برای اینکه بدونید یک تابع یک دسته کد به چه صورت عمل میکنه، کاربردش چیه و برای چی استفاده میشه. یه سری عملیات ها هست که 2 یا 3 تا راه برای انجام دادنشون وجود داره. ممکنه شما از یک طریق و از یک راه اون عملیات رو انجام بدین، یه برنامه‌نویس دیگه بیاد و از یک طریق دیگه و یک راه دیگه که خودش یاد داره اون برنامه رو انجام بده و اون عملیات رو پیش ببره. و ممکنه که شما اصلا اون راه رو و اون روش اون برنامه‌نویس دیگر یاد نداشته باشید و وقتی به کدهاش نگاه میکنید اصلا ندونید این تکی کد برای چیه، این قطعه کد مثلا به چه دردی میخوره، کاربردش چیه. ما میایم در اینجور مواقع از کامنت گذاری استفاده میکنیم تا بدونیم مثلا یک تکی کد کارش چیه و چه عملیاتی رو پیش میبره و به عهده داره. برای کامنت گذاری روی اون قسمتی که میخوایم کامنت بذاریم کلیک میکنیم. مثلا این خط رو من میخوام کامنت بذارم، کامنت میذاریم و کنترل و اسلش رو فشار میدیم. این کامنت میشه. کامنت ها هیچ تأثیری روی کدهای ما ندارن، هیچ تأثیری، و صرفا توسط خود ما خونده، مثلا کامپیوتر اونها رو اصلا نمیخونه، روشون رد میشه. برای اینکه از توی کامنت در بیاریم و بتونیم ران کنیم اون کد رو، کنترل و اسلش رو دوباره فشار میدیم و اون از کامنت در میاد. حالا مورد بعدی که لازمه بدونیم اینه که چطور تایپ یک نوشته رو متوجه بشیم. مثلا اگر من بیام اینجا، البته ما اینو توی متغیرها وقتی یاد بگیریم خیلی بهتر میتونیم استفاده کنیم، ولی اینجا به صورت خیلی ساده بهتون میگم. اول از همه دستور پرینت رو مینویسیم، پرانتزهاش رو میذاریم. توی پرانتزهای پرینت میایم مینویسیم تایپ و توی پرانتزهایی که برای تایپ قرار میدیم میایم مثلا اون داده‌ای که داریم رو وارد میکنیم. خب من میخوام بدونم تایپ این 52-2 چیه. میام اینو ران میکنم و پایتون به من میگه این از نوع کلاس فلوت هستش. این یک عدد اعشاری فلوته و همینطور میتونیم همه اینها رو هم به همین صورت تست کنیم. خب من دوباره ران کنم. ببینید این از نوع تایپ str هستش، یعنی از تایپ str، از نوع str. استرینگ یک متنه با وجود اینکه عدد نوشته شده اما چون داخل 2 تا کوتیشنه به صورت str خونده میشه. خب وقتش یه سر بزنیم به سایت W3 Schools و اینجا توی سرفصل پایتون یه نگاهی به انواع دیتا تایپ های مختلف بندازیم و ببینیم که شامل چیان. اینجا قسمت پایتون دیتا تایپس رو کلیک میکنیم و میایم اینجا. ببینید اینجا به صورت یک جدول کامل اومده بهتون توضیح داده که چه نوع دیتا تایپ هایی توی پایتون داریم. البته این توی زبان های دیگه هم مشترکه. ببینید مثلا تکست تایپ، تایپ از نوع متنی استرینگ هستش که به صورت str نوشته میشه. نامریک تایپس، تایپ های عددی، انواع عددی، اینتیجر ها، فلوت ها، کامپلکس ها و اینها هم هست که گفتم لیست ها، تاپل ها، رنج ها، دیکشنری ها، ست ها، اینا همه رو ما یاد میگیریم. من این بولیان رو هم، بولیان تایپ که با بول نوشته میشه رو هم یه توضیح اینجا بدم. ما یه نوع دیگه از داده ها رو توی پایتون داریم به اسم بولیان ها. بولیان ها در واقع که به صورت بول نوشته میشن و نشون داده میشن شامل true و false هستش. true و false.
true به معنی درست، به معنی غلط. اینا رو توی حلقه ها و توی متغیرها وقتی یاد بگیریم از اینها استفاده خواهیم کرد و متوجه میشه یعنی چی، مثلا true یعنی چی، false یعنی چی، اصلا بولیان چیه که قرار از اینا استفاده کنیم. فقط امروز خواستیم با انواع دیتا تایپ هایی که خیلی سادن و از همون ابتدا لازمه که یاد بگیریم آشنا بشیم. اینجا انواع دیتا تایپ ها رو به صورت یک جدول در آورده و به ما گفته، حتی به ما گفته که چطوری میتونیم دیتا تایپ یک داده رو مشخص کنیم. مثلا اینجا یه متغیر تعریف کرده و برابر قرار داده با 5 و حالا گفته که تایپ این متغیر از چه نوعه و اگه شما try yourself رو بزنید به ما میگه که این 5 از نوع اینتیجر ها هستش. ببینید من الان میزنم. خب ببینید گفته از کلاس اینت هستش، یعنی یک اینتیجر. و حالا اینجا اومده برای ما مثاله، مثلا hello world داخل دوتا دابل کوتیشنه، این یه استرینگه، 20 یه اینتیجره، 20-5 فلوته، 1J کامپلکسه. اینها از نوع لیست، تاپل، رنج ها، دیکشنری ها، ست ها و اینها هستن که اینا رو بعداً یاد خواهیم گرفت همه رو. و این هم یک بولیان هستش. و مثال های دیگه ای هم اینجا به صورت جدول برای ما آورده و خیلی کامل توضیح داده که دیتا تایپ ها چیا هستن. برای الان همین چند تا دیتا تایپ رو یاد بگیرید که چیا هستن و بتونید اصلا تشخیص بدید برای این جلسه کافیه. جلسه امروزمون همین بود. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید خیلی خوب یاد بگیرید و از اینا استفاده کنید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید و بتونیم دوره‌های خیلی بهتری رو در کنار همدیگه باشیم و با همدیگه یاد بگیریم.